سلام بچه‌ها. امروز اومدم سیستم گدرینگ و لرنینگ پوینت رو بهتون یه آموزش ریز بدم. بدون معطلی بریم سراغ آموزش. شما واسه اینکه سریعتر لول اپ کنین یه سری کارهایی که کوچیک باید انجام بدین که سریعتر توی دسته بذار اینجوری بهتون توضیح بدم. لرنینگ پوینت ها، اول از لرنینگ پوینت ها توضیح بدم واسهتون. لرنینگ پوینت ها یه سری امتیازات ریزیه که هر روز بهتون میده. با انجام مأموریت هایی که انجام میدین هر روز 10 تا بهتون میده. خب اینجا این 10 تا رو کم کم که جمع بشه کارش چیه؟ کارش اینه که سریعتر فیماب کنین و لولتون بیاد بالا. اینا رو توصیه میشه هر جای استفاده نکنین، فقط واسه گدرینگ، چون خیلی سخت میاد بالا. تقریبا وقتی از این استفاده میکنید 5 برابر سریعتر لول اپ میشه و راحت‌تر لولتون میاد بالا. و توصیه میشه تو لول‌های پایین ازشون استفاده نکنید، تا 4-5 ازشون استفاده نکنید. لول‌های 6-7 به بالا، 5 هم حالا میتونید استفاده کنید که زودتر لول اپ بشه. بعد کار دیگه ای که میتونید بکنید اینه که ست مخصوص همون شغل رو بپوشید. مثلا من میخوام آهن رو لول اپ کنم، میام ست همون آهن رو میپوشم و خب میبینید که این پسیوش گدرینگ یلد منو 3.5% و 2 تا 8 حالا من پوشیدم 3 تا 8 پوشیدم و تا 10 استک زیاد میکنه که اینجا مشخصه. الان واسه من هر کدومش 1.75 نوشته اینجا، ولی این گوشه سمت چپ اینونتوریتون رو که باز کنید قسمت پایین زده که چقدر شما گدرینگ یلد دارین. حالا گدرینگ یلد چی هستش؟ گدرینگ یلد باعث میشه که شما هر آیتمی که میکنید و گدر میکنید درصد احتمال این که به شما بیشتر از اون آیتم بده بالاتر میره. مثلا من الان اگر آهن 4 بزنم 101% احتمال داره که یه دونه دیگه از اون به من بده. حالا بریم اینو توضیح بدم دقیقا واسهتون. این الان آهن من باید 9 تا ازش میگرفتم چون داخلش 9 تا آهن بود، ولی من 18 تا گرفتم، یعنی 2 برابر تقریبا. چرا؟ چون آهن 3 من گدرینگ یلدش چقدر اینجا؟ گدرینگ یلد آهن من 70%، یعنی 2 برابر تقریبا من آهن از هر چیزی که میکنم بهم میده و این باعث میشه چه اتفاقی میفته؟ فیم بیشتر میگیرین و زودتر لول اپ میشین. پس اگه لباس تنتون باشه خیلی راحت تر میتونین لول اپ کنین. به اضافه لباس یه چیز دیگه هم هست. اون طولی که دستتون، اون کلنگ یا وسیله‌ای که دستتون میگیرین که میرین گدر کنید، یه آیتم معمولی داره، یه آوالونیون داره. آوالونیونش داستانش چیه؟ معمولیش که هیچی، خب همون معمولیه، میکنید تموم شد. این باز یه گدرینگ یلد دیگه بهتون میده، 15% گدرینگ یلد بهتون میده و باعث میشه که شما باز دوباره فیم بیشتر بگیرید و ریسورس بیشتر بتونید بکنید و خب اینجوریه که الان من نشونتون بدم. من میبینید دیگه 70% تایر 2، 70% تایر 3 و وقتی اینو میگیرم دستم و گدرینگ یلدم میشه 90% و 121% آهن 4. اینو میتونید دستتونم نگیرید، توی بگتون فقط باشه، ولی وقتی فعال میشه که شما شروع کنید به کندن آیتم. اینجا اگه دقت کنید شد 121% و وقتی تمام شد دوباره برگشت سر جا. کار دیگه که میتونید بکنید گدرینگ یلدتون رو ببرید بالاتر، میتونید فود بخورید. یه فود هست به اسم پورک پای. پورک پای میاد 15% گدرینگ یلد شما رو زیاد میکنه برای تایر 7ش. البته 7 و 1 بگیرید و بالاتر این گدرینگ یلد بیشتر میشه. همینجور که میبینید من الان 116 شد گدرینگ یلدم، 136 شد.
کار بعدی که میتونید بکنید گدرینگ گیلد رو بیشتر کنید، میتونید برید پرمیوم بگیرید. پرمیوم اینجا بهتون توضیح داده که 50% فیم بونوس بهتون میده و که اضافه میشه این به اینجا و 50% من فکر کنید که اگر الان پرمیوم میداشتم 136 به اضافه 50 186% هر آهنی که من میکندم احتمال این بود که یکی دیگه هم بهم بده. حالا تو هر چیزی، میخواد ماهی باشه، میخواد پنبه باشه، میخواد بقیه ریسورس های دیگه. و شما هم سود بیشتر میکنید وقتی که لباس گدرینگ تنتونه، همین که زودتر لول اپ میشید. بعد لرنینگ پوینت هم که توضیح دادم که میاد یه من برای گدرینگ فعالش کردم. خب من میام یه دونه آهن بکنم. حالا آهن 3 رو چون لول آهن من بالاه استفاده از لرنینگ پوینت نمیکنه خودکار. از 4 استفاده میکنه. اگر توجه کنید یه عکس کتاب میاد 120 نوشته، تقریبا 5 برابر سرعت گدرینگتون میره بالا و باعث میشه که شما زودتر لول اپ بشید و فیم بیشتر بگیرید. پس توصیه میشه اونو حتما سر لول های پایین استفاده نکنید و هر روز کوئستاتون رو بزنید. یعنی شما یکم تو بازی بچرخید این خودش پر میشه و اون 10 تا لرنینگ پوینت رو هر روز بهتون میده. بعد کافیه که هر روز سر بزنید و یک کمی فیم بگیرید و 1200 تا از این کلیدا فکر می‌کنم که شما هر کار که انجام بدید تو بازی بالاخره اینا رو بهت میده. مهم نیستش چیکار کنید. و یه سری وقتا هست بونوس میخوره، مثلا اینجا چک کنید. هی مثلا میبینید که الان خب نیستش. الان مثلا گدرینگ مثلا آهن بونوس میخوره، 50% آهن بیشتر بهتون میده وقتی برید گدر کنید، یا ماهی مثلا هر چند وقت یک بار اضافه میشه تو این قسمت. اینجا رو توجه داشته باشین که بتونید راحت زودتر لول اپ کنید. آهن 2 تا میگم آهن برای لول اپ کردن طولهاتون از 2 تا 4 میتونید توی بلوزون و یلوزون برید گدر کنید. و برای آهن توی مپ پنوچف این همچین چیزی اسمش، این قسمت هستش چیزش بیشترین منابعش. بعد برای پنبه توی تدفورد هست اشتباه نکنم، توی این مپ باید باشه. آره ریسورس بیشتری هست. بعد هر مپ یه چیزیه. برای سنگ میشه بریج واچ، برای چوب میشه لیمهرز. همینجوری باید بچرخید. برای 4 به بالا 4 تا 6 میتونید برید رد زون، یکم ریسکه و میتونید برید مپ های آوالیون، رود آف آوالیون. اینو میتونید برید که خیلی راحت‌تر، گنکر هم کمتره و راحت‌تر هم میتونید ریسورس های پیدا کنید، باس های پیدا کنید که توش 200 تا 300 تا 1000 تا توش ریسورس داره، بزنید و زودتر لول اپ بشید. برای 6 به بالا میتونید برید بلک زون و رد زون. خب قطعا ریسک هم داره ولی خب راحت‌تر و سریع‌تر میتونید لول اپ کنید. چیز دیگه ای هم که بخوام توضیح بدم، الان میبینید دیگه خیلی ها مثل من الان این لولش هم 7 ولی میاد اینجا گدر میکنه. سود خوبی هم داخلش داره. چرا؟ چون لول من زیاد شده. مثلا کسایی که لولشون هم بالاست حتی میان اینجا گدر میکنن و راحت، کار سختی نیست براشون. من الان آهن 3 و 4 رو خیلی راحت دارم میزنم و خیلی سود خوبی داره. فکر میکنم تقریبا ساعتی 1 تا 2 میل اینجوری واسم میفته و خب هر چقدر ریسک بیشتر کنی بری بلکسون و ردزون قطعا سود بیشتری هم داره. بچه ها که میخوام بیان اینجا گدر کنن و من اینم میتونم دستم نگیرم، اینو بذارم تو بگم. چند تا از این مابا رو میتونید جمع کنید دور خودتون و راحت سریع‌ترین روش زدن اینا همینه. دور هم جمعشون کنید
و همشون رو یه جا بزنید و سریع گدر کنید. این کارتون راحت تر میکنه میتونید یکی یکی برید بزنید. مطلب دیگه هم که بخوام بهتون بگم، حالا تو قسمت‌های بعدی ماهیگیری یه خورده فرق داره داستانش. ماهیگیری رو واسهتون توضیح میدم. پنبه و چوب هم مثل همینه، فرقی نمیکنه. پوست هم همینطوره. حالا اونم یه اگه نیاز بود یه ویدیو دیگه میذارم واسهتون. فقط ماهی رو میشه بدون اینکه گدر کنی بیاری بالا. اون حالا توضیح میدم تو ویدیو بعدی. اگه چیز دیگه هم هست، این تو این مدتی که این ایونت اومده این کیک رو میتونید مصرف کنید و این گوشه اگه بتونم نشونتون بدم برای نیم ساعت 15% فیم بیشتر به من میده، حالا تو همه کار، که این جزء گدرینگ هم میشه. یعنی من اینو میزنم تقریبا 15% هر ریسورسی که بکنم به من فیم بیشتر میده و خب این بازم خیلی به کار من میاد. قطعا این کیک رو داخل بگتون داشته باشید و استفاده کنید ازش. مناسبت 9مین سالگرد فکر میکنم آلبیونه و میتونید اینو توی مپ بچرخید و باسای مخصوص رو بزنید و اینو ازش دراب کنید و بردارید. دیگه فکر نمی کنم چیز دیگه مونده باشه. بازم اگه چیز دیگه بود بگیم که ادامهش رو براتون بزنم. مرسی بچه.